پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کار خیر صدقه به حساب می رود. حدیث متفق علیه. بعضی مردم خیال می کنند که صدقه تنها با پول یا طعام دادن به شخص کمبغل صورت می گیرد. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم این غلط فهمی را برطرف ساخته میدان صدقه را وسیع‌تر می نماید. پس طبق این فرموده جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم هر کار خیر و شایسته ای که برای رضای الله انجام شود صدقه به حساب می رود و برای انجام دهنده آن اجر و پاداش داده می شود. مثلا به کارهای خوب تشویق کردن و از کارهای گناه بازداشتن، ایجاد صلح و آشتی در بین مردم، باری کسی را جابجا کردن و غیره، همه اینها صدقه به شمار می رود و برای انجام دهنده آن اجر و پاداش داده می شود. و نیز در حدیثی که آن را امام مسلم روایت می کند جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند هیچ کاری پسندیده ای را کوچک نشمار، حتی اگر کشاده روی شما در برخورد با برادرتان باشد. روایت مسلم. یعنی حتی با چهره کشاده با دیگران برخورد کردن هم برای ما اجر و ثواب خواهد بود. پس در انجام هر کاری خیر اگرچه اندک هم باشد کوشش نمایید و آن را کوچک نشمارید. متن عربی حدیث چنین است: عن حذیفة رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه و سلم قال كل معروف صدقة متفق علیه. یادمان باشد که کیش ما چه بود، آتش و آتش پرستی در سجود، هدیه آورد سوی ما یار رسول، دین را چون ماه تابان در هلول. آری آن ناجی از جنس بشر، آن راد مردی که نامش بود و مرد، دین حق را هدیه آورد سوی ما،